رئیست ولایت فوق‌العاده ولایت قطلون از یک صدمه مدهش در راه بختر دنقره خبر داد. این حادثه روز 25 اکتبر ساعت 16:46 در کیلومتر 44 این راه رخ داده است. بنابر این گزارش ماشین تمغه اوپل استرا که از جانب محمد شریف اسماعیلوف یک ساکن 31 ساله دهه لغمان شهر کولاب اداره میشد با ماشین تمغه مرسدس بنز رستم رجبوف 27 ساله استقامت کننده دهه بهار نویه کوشانیان برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین اوپل استرا اسماعیلوف محمد شریف، برادر او جمعخان اسماعیلوف و یک مسافر دیگر این ماشین که شخصیتش عین زمان نامعلوم است در جای حادثه به هلاکت رسیدند. امدادگران دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ولایت قطلون ساعت 13:59 به جای حادثه سفربر گردیده جسد مسافر автомاشین مرسدس بنز شهروند نورالله سعدالله را که او نیز در جای حادثه به هلاکت رسیده بود از داخل автомاشین برآورده به مقامات دخلدار سپردند. سبب این صدمه تحقیق می شود. یک روز قبل وزارت کارهای داخله نیز از دو صدمه مرگبار در کنار شهر راغون و نویه باباجان غفوروف خبر داد که هر دو روز 24 اکتبر سال 2021 رخ دادند و در این صدمه ها 3 نفر به هلاکت رسیدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید متاسفانه رانندگان به قاعده های بی‌خطری دقت نمی‌دهند و اکثر این گونه صدمه های مرگبار بر اثر رانندگی با سرعت بلند رخ می‌دهد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان 100 نفر هلاک یا مجروح می‌شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راه‌های تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند.